بچه‌ها به مدرسه خودرویی خوش اومدید. امروز براتون یه آموزش فرمونی دارم. میخوام بگم که چیکار کنید پشت فرمون ماشین جلو بازو و پشت بازو نیارید. این ماشینی که براتون آوردم این مزتیری نیو هستش. مزتیری نیو به شدت فرمون نرم داره، ولی برای این ماشین به شدت سفت شده. خب چرا فرمون نرم داره؟ چون پمپ هیدرولیکش برقیه، یعنی یه سیستم هیدرولیکی برقی داره. تو سال خودش خیلی تکنولوژی خوبی بوده و به شدت فرمون نرم بوده، برعکس بقیه ماشینا که مثلا نیروی هیدرولیکشون رو با تصمیم از موتور از میلنگ در واقع میگیرن. این به این شکل نیست، این یک پمپ برقی داره. فرمون ماشین صفر شده، خیلی صفر شده. چرا صفر شده؟ علتش اینه که این ماشین 8 سال از عمرش داره میگذره، کارکرد به شدت پایینی داره. این دلیل نمیشه که مثلا بخواد ماشین سالم بمونه. یه سری از اجزاش، یه سری چیزا توی ماشین مصرفی هست، باید استفاده بشه. مصرفشون به کیلومتر نیست، به عمر و سال خودرو بستگی داره، به اون عمری که از اون خودرو سپری شد. یکیش حالا روغن هیدرولیک. حالا روغن هیدرولیک این ماشین چه بلایی سرش اومده که این فرمون صفر شده؟ این روغن هیدرولیک تو این 8 سال انقدر کهنه شده و کار کرده که در واقع ویسکوزیته خودش از دست داده. روغن شده مثل آب، اینقدر شل شده چون طولانی مدت کار کرده و خواصش از دست. ما چی کار کردیم؟ اومدیم روغن هیدرولیک اینو تخلیه کردیم و مدارش رو شستشو دادیم. من در ادامه بهتون میگم که بعد چجوری این کار انجام بدیم. خب بچه‌ها، تو روغن هیدرولیک باید چی استفاده بکنیم تو ماشین؟ بهترین روغن هیدرولیکی که شما میتونید استفاده بکنید روغن اتوماتیک 3 خطه. این روغن هم برای جعبه دنده اتوماتیک استفاده میشه و هم فرمان هیدرولیک. با کیفیت ترین بهترین روغن برای هیدرولیک همینه. نری 6 خطش رو بریزی تو ماشین، 6 خطش فرمونت رو سفت میکنه. چرا؟ چون 6 خط درست شده برای ترانسمیشن، برای جعبه دنده اتوماتیک. یه مقدار ویسکوزیته کمتری داره، یعنی مثل آب میمونه، شله، روونتره، برای اینکه مصرف سوخت رو بهتر بکنه. خب ولی ما تو هیدرولیک که نمیخوایم مصرف سوختمون بهتر بشه، ما تو هیدرولیک میخوایم فرمون نرمتری داشته باشیم. پس بنابراین ما 3 خط رو میریزیم. پس چی شد؟ 6 خط شلتره، 3 خط چیه؟ 3 خط چیه؟ سفتره. این اگر سفت باشه خب فرمون نرمتری خواهیم داشت. اما مشکلی که برای این ماشین پیش اومده چی بود؟ ما می‌خواستیم روغنش رو عوض کنیم. این مخزنی که اینجا می‌بینید در واقع مخزن ذخیره روغن هیدرولیکه. اصلا خیلی سخت از این عوض کردن. مخزن اصلیش رو سر پمپه که اون پایین‌تر، دسترسی به ما نمیده. ببینید اون مخزن اصلی یه ورودی داره، یه خروجی داره، یعنی یه روغن توش میاد، یه روغن از توش میره. هیچ کدوم از این خروجی ورودی ها پرفشار نیست. خب پس بنابراین ما میتونیم اینو باز کنیم، روغن از توی این تخلیه بکنیم اگر مخزنش این شکلی نباشه. این کار نمیشه انجام داد. ما اینو باز میکنیم، روغن کهنه رو در واقع تخلیه میکنیم، روغن جدید میریزیم، میذاریم تو ماشین بچرخه. باز دوباره باید اون تخلیه بشه و شستشو در واقع انجام بشه. حالا این دسترسی نده. مثلا شما یه خودروی مثل سمند اگر مخزن هیدرولیکش رو ببینید، یه خروجی از پایین داره، یه ورودی از بالا. ما میایم چیکار میکنیم؟ ورودی که از بالا هست توی مثلا یه خودروی مثل سمند که ساده است، اینجوری پیچیده نیست، سختش نکرده. اونی که از پایین میاد، خب روغن هیدرولیک از پایین داره میره به سمت پمپ هیدرولیک. اونی هم که از بالا میاد، روغن هیدرولیک از جعبه فرمون داره خارج میشه و میاد تو مخزن. ما شلنگ بالا رو در میاریم، داخل یه بطری میذاریم که روغن هیدرولیک از کف مخزن میره، از اون بره تو جعبه فرمون بچرخه و تخلیه بشه. روغن نو رو میریزیم تو جعبه فرمون، پر میکنیم، اول خالی میکنیم، روغن کهنه رو، روغن نو رو تو جعبه فرمون پر میکنیم، یا میتونیم هم خالی نکنیم. این سر خروجی رو که در واقع بالای مخزن هیدرولیک هست، اینو ما
برمی‌داریم می‌ذاریم داخل یه بطری یا سطل، ماشین روشن می‌کنه. ماشین که روشن بشه پمپ هیدرولیک به کار میافته، این روغن رو می‌کشیم میبره پایین. روغن رو که کشید برد پایین، روغن جدید رو تو مخزن اضافه می‌کنیم. هی اضافه می‌کنیم، این ماشین خودش میریزه بیرون تا کجا؟ تا جایی که رنگ این روغن جدید آلبالویی بچه‌ها. رنگ این آلبالوییه. رنگ روغنی که من از توی ماشین کشیدم سیاه شده بود. مثلا تو این 8 سال این رنگ اصلا سیاه شده بود، دیگه آلبالویی نبود، سیاه شده بود. انقدر ما اینو میریزیم که چی بشه؟ در واقع رنگ آلبالویی بیاد توی اون لوله، یعنی خروجی ما آلبالویی رنگ بشه. آلبالویی رنگ که شد، شلنگ رو میذاریم سر جاش، بستش رو سفت میکنیم، مخزن رو پر میکنیم و میذاریم این ماشین کار بکنه تا اینی که خود این روغن هیدرولیک با سیستم هیدرولیک رو شستشون میده. برای ماشینی که مثلا کارکردش 8 سال مثل این بود و تا حالا عوض نشده بود، شما با یک بار عوض کردن نتیجه نمیگیری، چون میگیری یا تا 50% نتیجه میگیری، چون روغن توی جعبه فرمون و پمپ هیدرولیک جرم گذاشته. خب اون جرم هم بعد تمیز میشه. ما الان روغن این ماشین رو عوض کردیم، میگم این از اینجا دسترسی نداشت. خب دسترسی که برای من راحت تر بود و داشت از خروجی جعبه فرمون. خب که از خروجی جعبه فرمون این لوله رو میبینی، این لوله پرفشار هیدرولیکه. لوله زیریش که اینجا یه بست داره، خب این لوله برگشت، این لوله رفت روغن هیدرولیک برای مزاتیری به جعبه فرمون هست. این لوله برگشت. از این بالاترش یه بست مثل همین بست پایین داشت. لوله برگشت من از اینجا باز کردم، گذاشتمش داخل یه بطری. ماشین رو روشن کردیم، شروع کرد روغن هیدرولیک قدیمی رو تخلیه کردن داخل اون و از اینجا ما روغن جدید ریختیم. اینقدر این کار رو ادامه دادیم با رنگی که از اونجا خارج شد رنگ آلبالویی بود. گذاشتیم سر جاش، بستیم. بعدم که بستیم اینو پر کردیم. وقتی که شما این کار رو انجام بدی امکان داره داخل جعبه فرمون هوا بگیری. برای اینکه این هوا رو خارج بکنی و روغن و تازه‌ای که نیاز هست ما پر بکنیم، فرمون رو چندین مرتبه تا آخر تا چپ و تا آخر تا راست میچرخونیم. هوای داخل در واقع جعبه فرمون گرفته میشه، روغن داخل جعبه فرمون پر میشه. از اینجا هم که شما نگاه بکنید یه هوایی میاد بالا، همون در واقع هوایی بوده که توی سیستم هیدرولیک گیر کرده و این سطحش میره پایین، درست میشه. ما این کار رو یک مرحله انجام دادیم. این ماشین میره برای اینکه مثلا 3 ماه تا 6 ماه کار بکنه. بعد 6 ماه تا 3 ماه بستگی داره با اینکه از این ماشین چقدر استفاده بشه. مجددا ما این روغن رو عوض میکنیم که در واقع کیفیتی که از فرمون مزدا میگیریم همون فرمون مزدا باشه. اگر این کار رو نمی کردیم چی میشد؟ این پمپ مرخص میشد، پمپ هیدرولیک مرخص میشد، جعبه فرمون دیگه، این یعنی ماشین دیگه اون آخرایی بود که اگه من به دادش نمیرسیدم دیگه کارش تموم شد. برای مالکش یه هزینه تا 200 میلیون تومان میتونست داشته باشه. عوض کردن جعبه فرمون و پمپ هیدرولیک برقی و اینا که اینا خب لوازمش خیلی گرون است. خب خدا رو شکر این کار انجام شد. حتما بچه‌ها هر 3 سال روغن هیدرولیک ماشینتون رو، یعنی برای جعبه فرمون رو عوض بکنید. عوض کردنش هم خیلی ساده است. خدمتتون گفتم یه ماشین ساده مثل سمند و مثال زدم. این ماشین که سخت بود، دسترسیش هم سخت بود. این هم براتون گفتم من از اون پایین گرفتم. اینجا باید تمام اینا رو بعد ما باز می‌کردیم که بخوایم تانک هیدرولیک رو ببینیم. این کارو نکردیم. ما از اون پشت خروجی جعبه فرمون رو باز کردیم. از اینجا ما فقط روغن رو اضافه کردیم. از اونجا که دسترسی داشت در واقع ما خروجی روغنمون رو انجام دادیم. طراحی مزدا رو به بچه‌ها نشون بده که چقدر یه ماشین ژاپنی خوبه. این سیمو می‌بینید؟ این سیم سنسور اکسیژن اومده اینجا یه فنر گذاشته که این سیمو دور از منیفولد دود نگه داره. بابا آفرین، بابا ژاپن باشه. طراحی یعنی این. حالا ماشینای چینی و اینا اون سیم همینجوری افتاده رو اون منیفولد داره میسوزه و داره نابود میشه. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. اگر این کارو کردید و
دیدید هنوز فرمون سفته، بذارید یه چند روزی بمونه درست میشه. اگر درست نشد دیگه اون پمپ هیدرولیک یعنی به خاطر کارکرد با روغن بد خراب شد و دیگه براش کاری نمیشه کرد. پمپ هیدرولیک باید باز بشه بره برای تلاشگاری و تعمیرات و یعنی که عوض بشه. اگر به موقع روغن عوض کنید پمپ هیدرولیک تا سالیان سال براتون کار میکنه با خیال راحت. یه نکته دیگه بچه‌ها، این نکته طلاییه، اینو باید با آب طلا نوشت. بچه‌ها توی یه سری از خودروها خب مثلا مثل 206 207 خانواده پژو شلنگ‌های مربوط به هیدرولیک از بالا سر اگزوز، از بالا سر منیفولد یا کاتالیزور دود رد شده. بچه‌ها دقت بکنید که اون شلنگ از جای خودش جدا نشده باشه، افتاده باشه روی در واقع اگزوز ماشین مثل سمند و اینا، امکان داره که یه همچین اتفاقایی بیفته. شلنگ‌های هیدرولیک سر جای خودشون باشه. اگه شلنگ افتاده باشه روی اگزوز هم میتونه براتون آتش سوزی درست بکنه. هیدرولیک خیلی حساسه بچه‌ها. من روغنی که اینجا توی این موتور ریخته بود من اونو با دستمال کاغذی پاکش کردم، چون اگه اون روغن بریزه روی اگزوز داغ آتش سوزی میشه. خب حواستون باشه شلنگ‌های هیدرولیک سر جای خودش باشه. اگر نبود با یه بست فلزی با یه چیزی اینو سر جای خودش محکم فیکس کنید، سر جای خودش نگهش دارید. خب میتونید دورش هم حالا یه عایقی که مقاوم به حرارت مثلا مثل چسب آلومینیوم بپیچید که اون حرارت تابشی رو دور بکنه از شلنگ. اگر شما حرارت هم از شلنگ هیدرولیک دور بکنید عمر روغن هیدرولیکتون بیشتر میشه و خرابیتون هم کمتر میشه. سابقه داشتی که اصلا روغن هیدرولیک جوش آورده به خاطر اینکه افتاده بوده روی اگزوز، یعنی آتش سوزی شده. اینا رو جدی بگیرید. حواستون باشه که توی موتور هر چیزی سر جای خودش باشه، پیچی شل نباشه، نمیدونم سیمی ول نباشه، همه چیز توی موتور باید سر جای خودش فیکس باشه. استفاده کنید، لذتشو ببرید. آموزش چیزی هم لازم داشتید بگید، براتون میذارم با بالاترین کیفیت. لایک یادتون نره ها، من اینقدر براتون انرژی گذاشتم، شما هم این لایک رو بکوبید و خلاصه حمایت کنید. مخلص.